این شما و این راگستریکس XG32 خب ما اینو میذاریم از پشت باهاتون. آره این پشتیم دیگه ما قایم شدیم. خب خدا رو شکر اینم 4K. بعد 160 هرتزه، واکنشش زیر 1 میلی ثانیه است. اینم از ذوالفقار رو لازم داریم؟ ذوالفقار رو فکر نکنم دیگه لازم داشته باشیم. بکش دارم میکشم. الان اول این پکر رو باز کنیم. دمت گرم اومدی واقعا. شما یه گیمر خفنی اومدی رو خریدی. بچه علی اسمار وارد شد. وای.